إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفات های منافقین. امروز پنجمین صفت منافقانه که در قرآن ذکر شده است میگذاریم. پنجمین صفتی که خداوند در قرآن ذکر کرده است این کمتر یاد کردن آنها خداوند را، یعنی آنها منافقان خداوند را کم ذکر میکنند، کم یاد میکنند. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء خبر داده میگوید ولا یذکرون الله الا قلیلا، و آنها منافقان الله تعالی را کم ذکر میکنند. سوره نساء آیه 142. برادران و خواهران، خداوند نفرمود که منافقان به یاد خدا نیستند، بلکه میگوید آنها کسانی هستند که خداوند را کم ذکر میکنند. چرا؟ برای آنکه وقتی که نماز میایستند خشوع ندارند، وقتی که تنهایی میروند یاد خدا نمیکنند، بلکه گناه به خداوند میکنند. تنبلی در عبادت میکنند در تنهایی. برای همین الله سبحانه و تعالی خبر داده میگوید آنها خداوند را کم ذکر میکنند. خداوند را آن کسانی ذکر میکند که ایمانش، قلبش پر از ایمان است. این خیل مردم، این خیل آدم ها خداوند را در تنها و در آشکاری ذکر میکنند. اما کسانی که خداوند را کم ذکر میکند، کم یاد میکند، بداند که او از جمله منافقان است. آنها نه فقط در نماز بلکه در تمام عبادت ها خداوند را کم ذکر میکنند. از سبب کم ذکر کردنشان الله سبحانه و تعالی برای ما خبر داد، میگوید آنها ولا یذکرون الله الا قلیلا، آنها خداوند را کم ذکر میکنند. هر کسی که کم ذکر میکند اون منافق است. برای من برادران و خواهران، ما نباید این خیل باشیم. ما باید خداوند را بسیار ذکر کنیم، خداوند را بسیار یاد کنیم. هر عملی که میکنیم خالص برای خدا باشد. حتی در وقت گفتن تسبیح آنها ظاهرا تسبیح میگویند، لیکن در باطن عموما به یاد خدا و تسبیح خدا نمیکنند. از الله سبحانه و تعالی میپرسم هر یک ما را بسیار ذکر کننده گرداند و ما را دور بگرداند از جمله آن کسانی که خداوند را کم ذکر میکنند، دور بگرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.